تو این روزایی که وضع اینترنت هر روز داره بدتر میشه، VPN خوب این طلاست. امروز 10 تا از بهترین VPN های دنیا رو با هم میبینیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. شماره 10 فست VPN. یه VPN خوبه که هم با اینترنت ثابت هم با اینترنت سیم کارت کار میکنه. اینترنت سیم کارتش تو ایرانسل بهتر از بقیه اپراتوراست. وصل شدنش بین 5 تا 10 ثانیه طول میکشه و سرعت بالایی داره. میتونید این VPN رو از گوگل پلی و بقیه سایت ها دانلود کنید. اگه این VPN براتون کار نکرد، بهتر از نسخه های قدیمی ترش استفاده کنید. به احتمال زیاد کار میکنه. بهتره روی فست سرور تعظیمش کنید و اگه متصل نشد در اون قسمت برید و روی سرور آمریکا بذاریدش. متاسفانه از این VPN فقط نسخه اندرویدش موجوده. شماره 9 ED5. خوشبختانه این VPN علاوه بر نسخه اندروید نسخه ویندوز هم داره و میتونید در کامپیوتر هم از اون استفاده کنید. شما در این VPN باید کانفیگ هایی رو جمع آوری کنید و در VPN خود پیست کنید و از اونها استفاده کنید. میتونید این کانفیگ ها رو از کانال های تلگرامی که این کانفیگ ها رو به صورت رایگان در اختیار همه قرار دادن دریافت کنید. بعد از اینکه کانفیگ خودتون رو کپی کردید به VPN میرید و روی نوار بالا میزنید و کانفیگ خودتون رو در قسمت نیو پروفایل سیو میکنید. وقتی که VPN متصل بشه، عددی در پایین اون قسمت سبز رنگ نمایش داده میشه. هرچی این عدد کمتر باشه، سرعت شما هم بیشتره. بستگی به کانفیگتون داره که با چه اپراتوری به اینترنت وصل بشید. شماره 8 هاتسپات شیلد VPN. این VPN نسخه های اندروید، iOS و ویندوز رو داره و میتونید در هر سه اونها از این VPN استفاده کنید. شما در این VPN باید یک اکانت بسازید. اما میتونید اکانت های پریمیوم و اونها از کانال های تلگرامی که این اکانت ها رو به صورت رایگان در اختیار همه گذاشتن بردارید. این اکانت ها زمان اتصال نامحدود دارن. اما خودتون هم میتونید با ساخت اکانت به VPN متصل بشید. ولی باید هر 15 دقیقه یک تبلیغ تماشا کنید که اتصال شما قطع نشه. این VPN هم با اینترنت ثابت هم با اینترنت سیم کارت متصل میشه. شماره 7 Publivision VPN. این VPN نسخه های اندروید و ویندوز رو داره و نسخه iOS اون هم به زودی قراره منتشر بشه. با اینترنت ثابت به خوبی متصل نمیشه و بهتر از اینترنت سیم کارت مثل ایرانسل یا همراه اول یا رایتل استفاده کنید. در ابتدا که برنامه رو نصب می‌کنید، برنامه به صورت خودکار روی وارپ تنظیم شده. و اگه می‌خواید تحریم‌ها رو هم دور بزنید، در داخل تنظیمات اون رو روی گول تنظیم کنید. وقتی متصل بشه، سرعت خیلی خوبی رو میتونه بهتون بده. شماره 6 نیک VPN. به احتمال زیاد نام این VPN به گوشتون نخورده. میتونید این VPN رو از گوگل پلی دانلود کنید. وقتی وارد این VPN میشید و روی کانکت ضربه میزنید، به بخش سرورها میرید. میتونید سرورهای فنلاند، آمریکا و سنگاپور رو انتخاب کنید. ممکنه سرورهای بیشتری هم بهتون بده که بستگی داره از چه اینترنتی استفاده میکنید. زمان اتصالش ممکنه یکم طولانی باشه، پس بهتره صبور باشید، اما سرعت خوبی میتونه بهتون بده. تنها بدی این VPN اینه که هر 1 ساعت و نیم یک بار باید یک تبلیغ تماشا کنید تا متصل بمونه. شماره 5 V2 Pro. این VPN تنظیماتش و صفحش تقریبا مثل VPN قبلیه. برای دکمه کانکت میزنید و به بخش سرورها میرید و سرور مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید. در بغل سرورها یک عدد نمایش داده شده که پینگ اون سروره. هرچی اون کمتر باشه، سرعت شما هم بیشتره. فقط بدی این VPN اینه که هر نیم ساعت یک بار باید یک تبلیغ تماشا کنید تا متصل بمونه. سرعتش از نیک VPN یکم بیشتره. شماره 4 PyTop VPN. از این VPN فقط نسخه اندروید موجوده. در کل VPN خوبیه و هم با اینترنت ثابت و هم با اینترنت سیم کارت متصل میشه. وقتی واردش میشید، کافیه روی دکمه کانکت بزنید. ممکنه چند ثانیه طول بکشه تا وصل بشه، ولی در کل سرعت خوبی رو میتونه بهتون بده. بهتره همیشه روی اوتو سرور تنظیم باشه. شماره 3 BuBu VPN. حتما تا حالا از این VPN استفاده کردید و اسم اون به گوشتون خورده. نسبت به نسخه های قبلیش بهبودهای زیادی پیدا کرده. کافیه اون رو نصب کنید و از اون استفاده کنید. وقتی روی کانکت میزنید، در بخش سرورها باید سرورهای مختلفی رو امتحان کنید.
وقتی چکینگش تموم بشه و چکینگ روی گود قرار بگیره یعنی VPN متصل شده و سرعت بالایی داره. این VPN هم نسخه اندروید داره و هم iOS. و علاوه بر همه اینها هم با اینترنت ثابت و هم با اینترنت سیم کارت به خوبی متصل میشه. شماره 2 پرایوادو VPN. یه VPN خیلی قوی و با سرعت بالاست. تنها بدیش اینه که برای استفاده از اون به اکانت نیاز دارید، اما میتونید اکانت های اونو از کانال های تلگرام بردارید. کافیه به تلگرام برید و در قسمت سرچ پرایوادو VPN رو سرچ کنید. این VPN با اینترنت سیم کارت رایتل و همراه اول خیلی خوب کار میکنه و سرعت بالایی رو بهتون میده. و سرورهای خیلی زیادی هم داره که میتونید از همه اونها استفاده کنید. بعد از اینکه تونستید لاگین کنید و وارد VPN بشید باید به قسمت تنظیمات برید و در بخش VPN پروتکل اون رو روی OpenVPN و TCP قرار بدید و گزینه اسکرامبل هم در قسمت پایین فعال کنید. بعدش میتونید به صفحه اصلی VPN برید و از اون استفاده کنید. توصیه من به شما اینه که بعد از لاگین کردن توی این VPN حتما خودتون هم به سایتش برید و چند تا اکانت بسازید. فقط زمانی میتونید اکانت بسازید که با خود همین VPN وصل باشید، چون VPN های دیگر رو شناسایی میکنه. شماره 1 و بهترین VPN دنیا، اکسپرس VPN. این VPN به عنوان بهترین VPN در تمام دنیا شهرت داره. از 3 نسخه iOS، ویندوز و اندروید داره که میتونید از هر سه اونها استفاده کنید. تنها بدی این VPN اینه که برای استفاده از اون به اکانت نیاز دارید. اما میتونید مثل بقیه VPN ها اکانت های رایگان اون رو توی تلگرام پیدا کنید و توی این VPN لاگین کنید. توی این VPN سرورهای آمریکا و انگلیس خیلی خوب وصل میشن. فقط باید به این نکته دقت کنید که وقتی میخواید از این VPN استفاده کنید باید بین چند سرور جابجا بشید. مثلا باید وقتی سرور آمریکا وصل شد بلافاصله به سرور انگلیس وصل بشید و از اون استفاده کنید. یا بالعکس. به طور کلی باید بین سرورهایی که وصل میشن جابجا بشید تا بتونید پیام لیمیت شدن این VPN رو دور بزنید. این VPN با اینترنت همه اپراتورها متصل میشه و میتونه سرعت خارق‌العاده‌ای رو بهتون بده. ممنون ازتون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.